چند وقت پیش یه دونه تانک رو بردن توی مراکز خرید و فروش خودرو، دوربین مخفی بود دیگه. گفتن کی میاد تانک میخره و اینا، واقعا یک چند نفر رفتن که تانک بخرن. حالا اونو که واقعا نمیشه خرید، این ولی واقعا تانکه. بیا اینجا بهت نشون بدم اینو. بفرمایید. این تانکه که اومده، اینا تانک، واقعا اسمش تانک 300 نسخه 300. چیه؟ بریم ببینیم. مشخصات فنیش چیه؟ یه موتور 2 لیتر توربوشارژ با پاشش مستقیم سوخت رو داریم توش می‌بینیم که میتونه 227 اسب بخار 387 نیوتن متر گشتاور رو تولید بکنه. گیربکسمون 8 سرعته ZF، سیستم تعلیق جلو به صورت مستقله و فنر لوله. میایم این طرف می‌بینیم که ماشین شاسی مستقله. سیستم تعلیق عقب رو اگر ببینید، دیفرانسیل سالید یک پارچه با فنر لول اتصال 5 لینک رو داریم توش میبینیم. به لطف سیستم تعلیقش و فنر لول میبینید که چرخ جلو چقدر جمع شده. البته میتونست از این بیشتر جمع شه، اما واقعا محور عقبش خیلی خوب باز شده و کاملا کش اومده. ببینیم شاسی چقدر ماشاءالله، ببینید چقدر راحت بازه میشه. سیستم انتقال قدرت این ماشین اینجوریه که همیشه نیرو رو به چرخ‌های عقب میرسونه. میتونید حالت چهارچرخ سبک و چهارچرخ سنگین رو هم انتخاب بکنید که ضرایب گیربکس رو توش اعمال میکنه و با کمک سنگی حرکت. اما 2 تا آپشن مهم داره. یکی قفل دیفرانسیل عقبه که کمک میکنه شما اگر جای گیر کردید حرکت بکنید. آپشن دوم یوترنه، کمک میکنه تو جاهای کوچیک دور بزنید. الان همه رو فعال کردیم با استفاده از یک آپشن دیگه که این خودرو داره که کرال کنترله. میبینید این چرخ رو بهش ترمز میزنه، بقیه چرخ‌ها ترمز نمیزنه. باعث میشه این ماشین بتونه توی یک جای خیلی کوچیک دور بزنه. عملکردش رو دارید میبینید که تمام ماشین‌هایی که تانکر یا یوترن دارن، میبینید چیکار میکنه؟ یه چرخ رو باز میکنه، یه چرخ دیگه داره میچرخه. باعث میشه دایره کوچیک‌تری تو جاده کوچیک بتونه دور بزنه. توش خیلی باحال طراحی شده. وقتی اینجا میشینید این شیشه جلو این ستونه خیلی باحاله. طراحی داخل کابین واقعا با نمک و درسته. متریال نرمه، اینا همه نرمه، اینجاها نرمه و حقیقتا خوبه. یکم یاد جی کلاس هم ممکنه بیافتید، یکم اونجوریه. مانیتور و کلاستر اون به هم چسبیده است و همه اطلاعات رو اینجا داریم. یه دونه ساعت هم اینجا داریم. از این بخش این وسط میتونید مودهای آفرودی رو انتخاب بکنید. همون تانک ترن یا یوترنی که داریم توش میبینیم، کرال کنترل، سنسور پارک و دوربین 360 درجه که کیفیت دوربینش واقعا بالاست. کیفیت دوربینش بی‌نظیره و میتونید قفل دیفرانسیل عقب رو هم فعال کنید. ترمز پارکمون برقیه. مودهای دیگه رانندگیمون رو هم اینجا میتونیم انتخاب بکنیم. وایرلس شارژ داریم، یه دونه جای آرمرست، 2 تا جای لیوان و توی این ماشین کروز کنترل تطبیقی رو داریم و رادار بین خطوط و تابلوخوان رو توی این خودرو داریم میبینیم. این دکمه هایی که اینجاست برای ماساژور صندلی راننده است که میتونید ازش استفاده بکنید. اما یه نکته مهم برای خودروهای آفرودی اینو بدونید، اگر از حالت منوالش استفاده بکنید دنده ها رو توی هیچ شرایطی عوض نمیکنه، چه روی دوچرخ باشید چه چهارچرخ چه کمک سنگین، و این برای کسایی که میخوان طبیعت گردی کنن خیلی مهمه. بیا اینجا رو نگاه بکن. توی ردیف دوم تانک 300 اینو اینجوری میدی بالا، این صندلی رو هم میخوابونی، میشه جای استفاده ابزار و لوازم. نمیتونی بخوابی که. مجموعاً توی این ماشین 9 تا بلندگو داریم که یکیش سابوفریه که اینجا قرار گرفته توی صندوق عقب. فضای صندوق عقب خیلی بزرگ نیست، کوچیک هم نیست، ولی خیلی گنده و عجیب هم نیست. نظرتون رو در مورد این ماشین بگید که تو بازاری که ما همش پیکاپ داریم SUV 2 دیفرانسیل شاسی مستقل با آپشن‌های خوب بیاد چجوری اوضاعش. اگر خواستید کامنت فوش برای من بذارید، یه نگاهی توی یوتیوب لطفاً به ویدیوهای تانک 300 در بازار جهانی و حتی چین بندازید که باهاش دارن چیکارا میکنن.